الرحیم. خب در این جلسه رسیدیم به قسمت دوم از سیمای بانوی بزرگوار ام المؤمنین حفصه دختر حضرت عمر رضی الله عنهما. تا اونجا رسیدیم که خب حفصه هم جز سابقین اولین بود و خب مناقب ایشون رو گفتیم، پدر و دایی و برادرانشون اینها و همسر ایشون خنیس ابن حذافه، که و اشاره به این کردیم که در غزوه احد خنیس همسر ایشون پیکار با شهامتی را انجام داد، قهرمانانه دفاع کرد از خدا، یعنی از آیین الهی، از رسول خدا صلی الله علیه و سلم، و علی رغمی که زخم‌های متعدد پیکر ایشون برداشته بود در میدان مبارزه و جهاد، اما از جهاد دست بر نداشت تا اینکه مسلمانان به پیروزی رسیدند. و وقتی که به مدینه برگشتن مسلمانان، ایشون در اثر جراحت‌های متعدد بالاخره از دنیا رفت و خداوند شهادت رو نصیبشون کرد و رسول خدا صلی الله علیه و سلم ایشون رو با عثمان ابن مظعون بالاخره در بقیع در کنار قبر عثمان ابن مظعون جان کنار اون دفن کردن. بر این اساس خب چه شد؟ حفصه دختر حضرت عمر اینجا شوهرش را از دست داد و بیوه شد و خب در حالی که ایشون هنوز در ابتدای جوانی بود و سن و سالی هم نداشت و به خاطر فوت همسرش خب اندوهگین بود و آثار غم و اندوه در چهرش مشخص بود و خب اما با همه اینها به خاطر ایمان، به خاطر اون روحیه‌ای که بالاخره در شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود، پذیرفته بودن اینها، چون میدونستن این مسیر زندگی در حال عبور است و بالاترین مقام نصیب همسرش شده. ولی خب ایشون تنها شده بود بالاخره و غم و اندوه بالاخره اون حالت عاطفی که نسبت به همسرش از دست داده بود بالاخره درش وجود داشت. حضرت عمر رضی الله عنه هم خب همش از دخترش سعی میکرد سر بزنه و غم و اندوه اون رو بالاخره تسلی ببخشه و اون رو به صبر و بردباری دعوت بکنه و از طرفی هم تو فکر بود که برای دخترش چه بکنه و چه نباید کرد، که این خیلی مهمه که حالا نقل کردن در تاریخ. طبیعی هر پدری این حالت رو نسبت به فرزند خودش داره. حالا اشعاری در این مورد هست که ضرورت نداره ما اون اشعار رو بگیم که در اون موقع اومده. این بود که حفصه هم جزو زنان برجسته صدر اسلام بود، یک زن معمولی نبود. درست جوان بود، در ابتدای جوانی و میشه گفت زندگی بود، اما از زنانی بود که جزو زنان فاضله‌ای بود که در اون عصر بود، اهل عبادت بود، اهل ورع و پرهیزگاری بود، بسیار زن صبوری بود، بسیار زن پایبند ملتزمی مسائل دینی بود که اصلا برای همه ضرب المثل شده بود در اون زمان اون حالات عبادتی که حفصه ام المؤمنین حفصه داشت. و خب پدر ایشون وقتی این صفات رو از در دختر خودش حفصه میدید خب خیلی خوشحال میشد. براش این بود که میدید در واقع زینت واقعیه که انسان در این هست و دختر خودش این حالات رو داره. اما از اون ور خب عمر نگران بود وقتی که میدید که مثلا حفصه خب بیوه شده، یه مقداری ذهنش درگیر بود که خب چه کار برای دختر خودش میتونه انجام بده. نکته خیلی جالبی در این داستان خوابیده، دلم میخواد خوب دقت بکنید. عمر به اطراف خودش نگاه میکرد، بررسی میکرد چه کسی میتونه مناسب دخترش باشه برای همسری و خب دنبال این بود که چیکار بکنه، یک فرد اهل خیر، نیکوکار، یک مؤمن خوبی رو پیدا کنه جز سابقین اولین باشه. خب چشمش به حضرت عثمان افتاد. که حضرت عثمان دختر پیامبر رقیه بنت نبی، دختر پیامبر رضی الله عنها، از دنیا رفته بود. رقیه همسر حضرت عثمان بود و حضرت عثمان بالاخره الان دیگه تنها شده بود و همسرش از دست داده بود که دختر پیامبر بود، رقیه بود. خب عمر رفت گفت بس بهترین شخص الان برای دختر من عثمان هست. رفت پیش عثمان و از اون ور بالاخره همزمینی که تسلی داد به عثمان به خاطر مصیبتی که دختر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از دست داده، مثلا باهاش صحبت عظیمه. بعد گفت نگاه کن دختر من حفصه هست. خوب دقت بکنید ظرافت این واقعه تاریخی رو. گفت دختر من حفصه است، ان شئت انکحتک حفصه، اگه میخوای من حفصه رو به نکاح تو و به عقد تو در بیارم. حضرت عثمان گفتش که بذار من در کار خودم فکر بکنم بعد به جواب میدم، الان من در شرایطی نیستم که بخوام ازدواج بکنم. در صورت عمر
چند روزی گذشت دوباره حضرت عثمان رو دید و بعد بهش خبر داد که چی شد، تصمیم گرفت یا نه؟ گفت نه، من در این روزها قصد ازدواج ندارم. خب عمر دیگه عثمان رو رها کرد و بالاخره باز تو فکر بود تا اینکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه رو دید. با ابوبکر صحبت کرد، شرایط دخترش هم گفت، شرایط زندگیش هم گفت که بالاخره اینجوریه و خب نسبت به ابوبکر هم خب همین شخصیت کمی نبود، همه میدونستن انسان فاضل و نیکوکار و در واقع شخصیت دوم صدر اسلام میشد و گفت اگه میخوای من دخترم حفصه رو به نکاح تو در بیارم، بالاخره هم حفصه تنهایی در میاد، زن نیکوکاریه و هم تو بالاخره این با همسر تو میشه. اما حضرت ابوبکر سکوت کرد، چیزی نگفت، یک کلمه هم حتی حرف نزد و عمر رو توجه نکرد دیگه به صحبت عمر، راهش گرفت رفت. عمر از این حالت ناراحت شد، از اون ور در مورد برخورد حضرت عثمان، از این ور در مورد برخورد حضرت عمر، حضرت ابوبکر در مورد اینکه دختر خودش رو به اونها پیشنهاد داده بود و پیش خودش یه احساس شکستی کرد. گفت من چه اشتباهی کردم، مثلا به حساب ما باشه که من رفتم دخترمو به اینها پیشنهاد دادم اینها. و خب مسلمانان خیلی این زیبایی و ظرافت روحی رو که میبینه انسان واقعا در شگفتی میفته. حالا ببینید این عمر هست داریم صحبت میکنیم، ها رفت نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم و شکوایه کرد از حال خودش، از اتفاقی که افتاده. بالاخره حفصه تنهاست، من رفتم پیش عثمان اینجوری گفتم، عثمان توجهی نکرده و بالاخره گفته قصد ازدواج ندارم، ابوبکرم جواب منو نداده فلان اینها. رسول خدا صلی الله علیه و سلم که خب میفهمید عمر دیگه جزو شاگردان اولیه‌اش بود و رسول خدا شاگردانش رو دوست داشت، حالا شخصیت مثل عمر دیگه حسابش جداست. بعد گفت که عمر ناراحت نباش، یعنی یا کنی میخواد یک جوابی به عمر بده که همین غمش، همین شکستگی روحیش، هم بالاخره این نگرانیش، اینا همه برطرف بشه و به یک آرامشی برسه. گفت نگاه کن عمر، یتزوج حفصه من هو خیر من عثمان، با حفصه کسی ازدواج خواهد کرد که از عثمان بهتره. خب عثمان جز شخصیت‌های رده اول مسلمانان بود، حالا خب با حفصه کسی ازدواج میکنه از عثمان بهتره. اما در مورد عثمان یتزوج عثمان و من هی خیر من حفصه، و عثمان هم با کسی ازدواج میکنه که از حفصه بهتره. خب یک جمله‌ای گفته پیامبر به عمر، هم تسلیه برای عمر و هم از اون ور فکر میکنه کی از عثمان بهتره، کی از حفصه بهتره که باز بخواد زن عثمان بشه. خب این خیلی برای سوال پیش اومد در ذهن عمر، این مسئله بود و اما خب زیاد طول نکشید اینکه از این ابهام، از این معمایی که پیامبر صلی الله علیه و آله مطرح کرد برای عمر، تا اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله از حفصه خواستگاری کرد. اینجا بود که حفصه دختر عمر جزو امهات المؤمنین شد و خب طبیعی بود از اون ور هم دختر خودش رو پیامبر ام کلثوم رو به عقد عثمان رضی الله عنه در آورد. اینجاست که عثمان رو میگن ذوالنورین، هم رقیه دختر پیامبر بود که از دنیا رفت، هم ام کلثوم رو رسول خدا صلی الله علیه و سلم بهش داد و عثمان یعنی به 2 نور زینت پیدا کرد. خب عمر رضی الله عنه دیگه خیلی خوشحال شده بود، این منزلت خیلی بزرگی بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم همسر دخترش بشه و دخترش خب به اون مقام امهات المؤمنین برسه. سعید ابن مسیب رحمت الله علیه نقل میکنه در مورد این ازدواج، میگه که خداوند برای اینها برگزید این فرصت رو، چرا که رسول خدا صلی الله علیه و سلم با حفصه ازدواج کرد و خب ایشون خیلی بهتر از عثمان بود، این هم حرفی که پیامبر صلی الله علیه و سلم و خب دختر پیامبر هم خب خیلی برتر بود نسبت به ام المؤمنین حفصه و بهتر بود و این نکته ظرافتیه که وجود داره و طبقات ابن سعد این مسئله رو آورده. در هر صورت عمر رضی الله عنه دخترش رو خب به عقد پیامبر در آورد و بعد زمان گذشت و بالاخره ایشون ابوبکر صدیق رو دید و ابوبکر وقتی که دیگه اینجا عمر رو دید دیگه وایساد، گفت بیا با هم صحبتی بکنیم. ازش عذرخواهی کرد و پوزش خواست با یک ظرافت خیلی ویژه‌ای. بعد گفت نگاه کن عمر، ممکنه تو نسبت به من ناراحت شده باشی اون موقعی که پیشنهاد دادی که من به توجه نکردم، ولی واقعیت اینه که چیز دیگری. عمر گفت آره من ناراحت شدم،
چرا که تو من دخترام بهت پیشنهاد دادم تو هم توجه نکردی؟ ابوبکر گفت علت چیزی دیگری، نه اینکه من به اون پیشنهاد تو نخواستم توجه بکنم، ولی من فهمیده بودم رسول خدا صلی الله علیه و سلم صحبت حفصه رو کرده بود و من نمیخواستم که راز رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو افشا بکنم، تا اینکه بالاخره خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم این رو قبول کرد و اعلان کرد و من به همین سبب اگر رسول خدا نمیخواست حفصه رو بگیره قطعا من سخن تو رو زمین نمینداختم، مثلا خودم می اومدم به خواستگاری حفصه. اینجا بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در سال 3 هجرت، یعنی اندکی قبل از غزوه احد، با حفصه ازدواج کرد، 400 درهم مهریه ایشون رو قرار داد و خب مثل سایر همسران دیگرش و این بزرگترین فضل و احسانی بود که شامل حفصه شد. و اینجا ما میخوایم به یه نکته اشاره بکنیم حالا در پایان این جلسه، اونم اینه: یه لحظه نگاه بکنید، پدران و مادران اگر میبینن دخترانی دارن خب پاک سیرت پاک تینت و جوانانی رو میبینن که صلاحیت ازدواج با این دخترانشون داره، یا مردانی رو میبینن که صلاحیت ازدواج با این دخترانشون داره، چه دخترانی که هنوز ازدواج نکردن، چه اونهایی که یا مطلقه هستن یا بالاخره همسرانشون مرده، این در واقع یک کلید خیره که برن خودشون پیشنهاد بدن. این هیچ سرشکستگی نیست، چرا که انسان از فرصت‌ها استفاده بکنه. همان گونه که مردها وقتی یک همسر خوبی رو برای خودشون میبینن میرن برای خواستگاری یا خانواده پیشنهاد میده، برای دختر هم همین گونه هست و ای کاش که واقعا این در بین جامعه ما شکل میگرفت که فقط یک طرفه نباشه. خانواده دختر هم اگر مرد خوبی رو میبینن، جوان خوبی رو میبینن، بالاخره همسر خوبی رو برای دخترشون میبینن، پا پیش بذارن، پیشنهاد بدن. بالاخره این که سخن کاری که عمر کرد در واقع یک سنتی در امت اسلامیه که حقیقتیه، به شرطی که برای اهل ایمان. البته میگم انسان هایی که ظرفیت ندارن ماجرا خیلی فرق میکنه و اونها خب همدیگر رو میشناختن، همدیگر رو درک کرده بودن، با هم بودن، اونها در یک پیمان و مودت و یک ایمانی بودن، رسول خدا صلی الله علیه و سلم در بینشون بود. یعنی که باز نره هر کسی این کار رو در هر موقعیتی بکنه. افراد موقعیت خودشون رو بسنجن، شرایط خودشون رو بسنجن، خانواده ها ببینن در چه صورتی هستن، ولی این نکات تاریخی رو و این ظرافت داشته باشید که واقعا خیلی قابل اهمیته. تا فرصت دیگه و جلسه دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.